روز یکشنبه سلسله تکانهای زمین به پایتخت خرواتیا شهر زاگرب زیان رساند. چندین بینای معموری و استقامتی و کلیسای تاریخی آسیب دیده، حداقل یک نفر با جراحت‌های جدی بستری شده است. مرکز زلزله در 6 کیلومتری شمال زاگرب قرار داشته، تکانهای زمین در تمام کشورهای نیمجزیره بالکان احساس شده است. در پی زمین لرزه در بعضی منطقه ها سوختار به عمل آمده، تأمین نیروی برق قطع شد. در بیناهای زیادی معموری و استقامتی دیوارها کفیده، اندوه‌اشان ریخته است. سروزیر خرواتیا اندری پلنکوویچ همراه با وزیر امور داخلی داور بوژینویچ از منطقه آفت زده زیارت کردند. به گفت سروزیر خرواتیا در 140 سال اخیر این کشور شاهد چنین تکان نیرومند زمین نبوده است. پلیس و ارتش به منطقه هواپیمای بدون سرنشین فرستادند و ما وضع بمب‌ها را از نظر می‌گذرانیم تا مقیاس خطر دقیق شود. من به همه مشورت می‌دهم که از بیناها حدالامکان دورتر باشند، زیرا امکان دارد پاره‌های شکسته بمب‌ها و اندوه بیناها به زمین افتد. حالا مهم است که از فاجعه بیشتر جلوگیری کنیم. بعداً میلان باندیچ شهردار زاگرب گفت که ساکنان بیناهای آهن و بتونی که 80% شهر زاگرب را تشکیل می‌دهد می‌توانند به خانه‌هایشان برگردند. او افزود که برای مردم باقی مانده منزل‌های موقتی بنیاد می‌کنند. در برابر آن مقامات خرواتیا تاکید کردند که مردم باید از هم در مسافه معین جایگیر باشند تا سرایت کرونا ویروس یا خود بیماری کووید 19 اوج نگیرد. تا کنون در خرواتیا 235 حادثه سرایت کووید 19 به قید گرفته شده، یک نفر از این بیماری به هلاکت رسیده است.